نام ما گیری بزبی است، اما او را 15 سال پیش وقتی که اسلام آوردم به سلیمان تبدیل کردم. ما تقریبا 60 سال است و ما از لندن آمدم، از لندن شرقی که شناخت مرا برجسته تر می سازد، چون یک جای فوق العاده دیدنی است. مردم نیز چنین میگن که او حقیقت داره. مثل اکثر مردم انگلیس، اگه جدول از ادیان می بود و دین مرا سوال می کرد، ما عیسویت خط می زدم و وقتی که سوال می کردن آخرین بار چه وقت انجیل خواندی، باز فکر می کردم که هرگز انجیل نخوانده. یا یگان دفعه در مکتب خوانده بودم که بسیار جالب است. درباره عبادت خدا ما شاید خبر داشته باشن. ما به خاطر عروسی کدام نفر به کلیسا می رفتیم، اما خاص برای عبادت به ندرت می رفتم. یک بار بحرین در جون 1994 رفتم که اولین روز رمضان بود. پس اولین تجربه ما دیدن مردم در حالت روزه گرفتن بود، اما اولین چیزی که شنیدم به آن عبادت می گفت و در مسجد انجام می دادن. من صدای اذان در کوچه ها شنیدم که از نقاط مختلف در فضا به هم می پیچید. من از کسی سوال کردم که این صدا چی میگه؟ او شخص برم گفت، اما بعد از چند مدت دوستایم بیشتر توضیح دادن، برم خوشایند بود و بسیار یک راه مستقیم برای گفتن است. چیز سیاسی یا شخصی نیست، بلکه مستقیما مربوط عبادت میشه. هیچ وقت بد فکر نکرده بودم و جالب بود. من بسیار درباره او فکر کردم. از اینکه همراه مسلمانا کار میکردم و در آن ماه روزه میگرفتن، من مشوق شدم و اونا به سوالایم جواب دادن. شما عبادت میکنن؟ چند بار عبادت میکنن؟ وقتی که عبادت میکنن چی میگن؟ خود درست است. من گفتم نمیتونم که بسیار درباره او برانگیخته شده بودم. فقط از اینکه متفاوت بود برام خوشایند بود. چندین سال بعد از آن در ترکیه در سالهای 1900 بودم. در اونجا چیز دیگری بود. ترکیه کشور مسلمان است و فرقای مختلف در اونجا زندگی میکنه. یک رمضان در ترکیه نیست، به خاطر دارم که مردم روزه میگرفتن و مردم هم روزه نمیگرفتن، آزاد بودن، به خاطر ممانعت وجود نداشت. کافه‌خانه باز بود، می نوشیدن و در کوچه میکشیدن و کارهای دیگه. شما میبینن که مردم روزه را انتخاب میکنن با آنکه رسم همه جانبه است. به همین خاطر ما بیشتر درک کردم. یک رابطه بین مردم و خدا یافتم. بین مردم که روزه می گرفتن یک رابطه کاملا مستقیم و مثبت با همدیگه و خالق خود داشتن. این بسیار پرمعنی و بدون نقص است. با خودم گفتم ملحق میشم و این کار نیست، تجربه میکنم. دقیقاً باید از طلوع تا غروب باید چی کار کنم؟ درست است، یک پیاله چای من قرار داده شده. بسیار مشکل فکر میکردم و باید احترامم انجام میدادم. گفتم یاسان است که من بتانم. من قبول کردم و کسی دید که من مشوق هستم به من قرآن داد. بعد از چند مدت دوباره به دبی آمدم. رئیس کار من یک آدم بسیار رسیده بود و درباره یک پروژه همراه من گپ میزد. بعض اشخاص هم همراه من معرفی کرد. من همراه اونا به نان شب رفتم. نان شب با هم خوردیم و رئیس مرا با یک جوک با معنا معرفی کرد. گفت گیری بزبی است و برای من کار میکنه و بدترین تحقیق کننده است. من شوکه شدم. یک قسم توهین به نظر می رسید. منظورت چی است؟ و او کمی تأخیر کرد، اما با کلمات بسیار سریع توضیح داد. گفت این یک قرآن با پشت سرخ داره و احادیث پیامبر میخونه و با مقدار کافی درباره اسلام میفهمه. درباره اسلام از من بسیار سوال میکنه و همیشه کوشش میکنه که مرا غافلگیر کنه. حال چانس خوبی است که مشکلات خود حل کنه و سوالاتی که از من میکنی را از اینا سوال کن. من با سوال کردن شروع کردم. ساعت 7 شب شد، 8 شب، 9، 10، 11 و ساعت 12 بود و ما در رستوران. بعد از او بیرون شدیم و در کوچه ها ادامه دادیم. 1.5 ساعت ما در کوچه ها بودیم. تقریبا نیمه شب شده بود که در کوچه ها استاد بودیم و من سکوت کرده بودم. شخص دیگر گفتن آیا ما با سوالات تو جواب دادیم و ما گفتم بله. او شخص گفت حالا میخوای چی کنی؟ قدم را که باید برداری بردار دیگه. بالا و
بالای پل استاد شو و کار لازم انجام بده و من انجام دادم. فکر کنم سه‌شنبه شب بود یا روز جمعه بود که در یکی از مساجد دبی اسلام آوردم. یکی از بزرگترین موانع پیش از اینکه اسلام قبول کنم، حتی هنوز را احساس میکنم، او است که مسئولیت بزرگی را به عهده بگیرم و انجام داده نتانم، یا ای که در این راه خود از ساخته نتانم و عذاب بکشم، برم سخت تمام شوه و هیچ گزینه‌ای نداشته باشم و خود غرق گناه بسازم. اما آن حس مربوط عمل می باشه که خوبی و بدی و معلوم نباشه. اما این بسیار یک راه خوشحال کننده است، به خاطر ای که برای شما میگه چی کار را باید انجام بتن و چی کار را نه. این مثل پدر شما را راهنمایی میکنه، به شرطی که پدرتان خوب راهنمایی کرده باشه. این دین به شما بهترین راهکار نشان میده. این مربوط شما میشه که شما هنوزم یک انسان آزاد هستین و به شرطی که با نصیحت‌های خوب عمل کنن. این راه یک راه بسیار آسوده است. این فرمول است که من به وسیله او خود شناخته تانستم. این یک کار بسیار آشکار خواهد بود. فقط نترسن، این بسیار هیجان انگیز است، مثل خیز زدن از سیاره. من این کار انجام دادم و بسیار حس خوبی دارم. با من اعتماد کنن، کل چیز خوب خواهد شد.